آقا سلام علیکم. اومدیم با یه ویدیو جدید و اولین ویدیو کانالمون که برای شبیه ساز کیدوره و اومدیم اینو یه آموزش اساسی بدیم که حال کنید. آقا یه تمرینی کنیم. خب آقا این شبیه سازیه که نه باگ داره نه هیچ چیزی نداره، فقط میتونیم باش یه گیم عالی بزنیم با گوشه پایینتری هم میشه و یه سنس درستم بندازیم اوکی میشه. خب من یه سنسمو درست کنم، داشتم سنس عوض میکردم. خب 36 آها خب این یکم سرعتیه. خب دوستان عزیز و این تیدمانم بدم که اونایی هم که نمیدونن آموزششو میذارم واسهشون، ولی الان اینو گذاشتم که یه سنس چیزی باشه. آقا من ایکس و وای هم اینجا ایکس هم 3 که تو موسم خیلی قویه تسکوه و 4 خورده گرفتم، وای هم 2.20 و اینا هم که داره میبینید به اینا اصلا دست نزنید، اینا رو ولش کنید. خب این از اینجا میای اینجا تنظیمات، اینو 2.25 که همون تو خوبه. اینو اگر موسه اینو میگم اگر موسه خیلی عالیه که 500 بذارین، اگر پایین همین 250 یا 125 که خیلی بهترین حالت. همین هم که دیگه مشکلی ندارم. ما بریم یه تستی بزنیم ببینیم مثلا این شبیه سازی چی هست چی نیست، مثلا میخوره نمیخوره. من الان شده که 11 نه 6 روزه که اومدم روی کیبورد و موس و گیمم الان همینطوریه. خب داره میبینید که مثل پیسیه بسیار رو کندم. از اینجوری میزنم نگاه نکنید و من گیمم تو کاستوم خیلی سگیه، خیلی این چیزی که فکر میکنید نیست. خودش بیا بیرون. معیار صدامو داری؟ برادر بطمن میباشه، اصلا برادر وست نمیزنه، اکانت فیک نیست اصلا. آره دوستان داشتم میگفتم حاجی اولین ویدیوم از تو یوتیوب، اصلا نمیدونم چیزی بگم. خدا داشت تو چرا هر دقیقه منو میزنی بتمن میشی؟ به مردم میاد یه تیر میزنی وست میخوره، به من میاد بتمن میشه. اصلا نگاه هدشو میزنیم حساب نمیکنه. بابا دمت گرم عزیزم، اصلا تو کلینی. خودش بیا بیرون نیمشتی. انگار من نمیتونم کیل بزنم. بابا از من بیا بیرون دونه مادرت. معیار تا حالا کیبورد موس پلی داد دیگه دادا؟ آره پلی که زیاد دادم، ولی خب چون دیدی موسفورو سریع مثلا آپدیت شد و پولیش دارم دیگه نتونستم زیاد رو موس کردمون. دوستان عزیزی که دیدی موسفورو پلی میدونه این شبیه سازی که من میزنم همینو بزنید. دیدی موسفورو اصلا نمیشه روش سنس گذاشت، هیچ گوی نمیشه خورد و آره دیگه همین. یه پنلی هم تو تنه رایگان میذارم واسه همین که میتونید استفاده کنید بدون بند. آقا من همینجور خودی دارم میزنم، مثلا هیت نمیزنم. شما بگین این چرا هی داره بس میزنه و اینا، نه داداش برادر من اگه بخوام پلی بدم همینجور سوپر میشم. خدا داشت برادر تمرین موقع نمیشه، بیا بریم لامون. نگاه دوستان عزیز این دنس صورتی هم داره که میتونه مثل پیسی بزنیم. وستمونو نکنن صلوات رو اکانت فیکه چیزشو ولش وستمونو پاره نکنن.
آقا مهیارم از ادیتورهای خفنمونه که کاری هم داشتین در خدمت است. نه بابا یارو پلی هم میده. واقعا رکوردر نمیشه پلی داد، واقعا نمیشه. من تا اصلا کلا هر سی ویدیو میگیرم از ویو هست که چون FPS آدم خیلی میاد. من که گوشیم خداست FPS هم خیلی خوب میده، ولی واقعا رو ویدیو نمیشه. یه سر چی میپرم میزنم اصلا بچه حرفشو نزنیم. خب دوستان عزیز داریم مشاهده میکنیم که به سالم پا دادن. داداش دنبال چی میگه؟ آقا من 6 روز پلی میدم این توی جمع هدیه رو پاره میکنم. ببین اونایی که 1-2 سال پلی میدن چی میشه. استاد میشه وستمونو ول کن؟ من گفتم این فقط وست میزنه. آه. سلام عزیزم، حالت چطوره؟ من وقتی میگم این انمی ننه نداره شما میگین داره، بیا کمپ کن داداش. داداش تو خب ناموسن اونایی که نوبت تو رو بدون مادرتون بست ما رو نکنید، خواهش میکنم ازت. داداش ول کن به ابوالفضل که این مرکز بکنم. من آف کنم نمیزنم تازه رو تو اینگه پسر خوبیه. اوکی داداش وست نذار واسه ما، دمت گرم، بخواب عالی. داداش زدن و اینا رو هم فردا میذارم که عشق کنید. تو مادت خط نگیر. من که میدونم فشار میدی. واقعا تو ویدیو نمیشه داداش. جون اون دست با یکی افتاده بودم داداش جون مادت فکر تو رو کی انداختش به پلی تو بده ناموسن. داداش پشم پاشام کنی آنتن نمیده. والله که فهمیدم. من همین جا این ویدیو رو قطع میکنم. لایک کامنت ساب یادتون نره. دوستتون دارم عشق من.